салом алайкум подписчикои азизу меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канал дохил шудем, ҳаматона хушомадед мегӯм ба канал. اینجا دخترها آشی چی میکنیم؟ با گوشت مرغ آش تیار میکنیم. من روغن صغیر انداختم، روغن علین انداختم کم کمک. انا بعد گوشت مرغ انداختم. اینجا باشه یک دانه پیاز و اینم یک چند دانه سبزی. ولی جدا نخواهی تر کدگی یک کدگی دارم ولی نشستم. چیزا ما تیار کردیم. از برنج هم نگرفتم. از برنج هم میگیرم میشم تر میکنم. بخواهی در دوام ویدیو با نشون میکنم. مرغ ما نظر کردیم. سرخال بشود پیاز شما میکنم. در اینجا باشه سبزیام ریزه کردیم. در اینجا برنج ما تر کرده. هم طرف کردیم دخترها. هم طرف جارد شود. سبزیام تیار کردم. اینجا برنج تر کرده. در اینجا پیاز ما سرخ کرده. ما آش سرخ میکنیم دخترها. برای همین پیاز ما سرخ کردیم. مثلا گوشت ما هم سرخ کرده که از سبزی ممکن طرف جارد شود. او میاندازیم، نخود میاندازیم، نمک، زیره، مرچ چوبه هم میاندازیم. تا اینجا دخترها دیگه ما خشواک جوش دیسته. کم تر بجوشه نختش بپزه. برنج هم میاندازیم. تا اینجا آش ما دم پرتوفته استیم. یه دم پرتوفته میمونیم. کم طرف دم بخوره و تیار میشه. این دخترها آشمون تیار شد. بیاین همه کسا آش بخوریم. در اینجا کم طرف زبیره بایی کردیم. آش کردیم. اینه. من خیلی دخترها ما در اشتیای تمام شما را به خداوند میسپارم. خیلی تا ویدیوهای آینده. این روز دخترها برنجابه تیار کرده استم. اون روز در ویدیوم برنجابه را مانده بودم. یک خواهرک ما سوال دادیم که به کبچکی بکنیم نمیشه یا که در جوش کارتوش اندازیم نمیشه و گفته سوال داده بودن. من روز برای خودم هم خیلی برنجابه کردم. هوا به حد گرمه دخترها نمیتونم دیگه چی خورده برای همین برنجابه تیار کردم. این روز به کبچکی میکنم دخترها. میشه به کبچکی رم بکنین. من هر چند کامنتاری خواهرک من جواب داده بودم. با خواستم که این روز هم خیلی جوابی به یگان و نیوه در ویدیو نشون تیم که خیلی کبچکی هم با مزاحکی خوش می شود. تیار کنین دخترها در وقتی گرمی به حد خوراکی چیده نغز سلامتی فایده داره. بود همی فصل گرمی به حد خوبه. دیگه ما خفوشا گرفتم با خف کدیسته با میگیریم ولی با اینجا باشه ما چیزاشو تیار کردگیم. болгарский پیاز، پمیدور و زلین ریزه میکنم. تمام کبچکی نمیاندازم میکرد. یه چی دیگه بگذارم دخترها در اینجا چی برنج قطعی نخود جوش دیسته ازی. برنج و نخود جوش دیسته. بعد یه خواهرکی دیگه همون سوال داده بودن که میشه که گوشت بدازیم. میشه خواهر جان پیش برنج و نخت انداختن گوشت نغزه کرد میجوشونن گوشت که پختک. بعد برنج و نخچه می اندازین کمتر می جوشه ملایم می شود. بعد پیاز و болгарский پمیدورتون می اندازین. چخیلی که می دارین پیاز و болгарский پمیدور در هم می پزه برای همین برنج و نخود پختگی باشه. بعدا می اندازین دومی چیزمونه. بعد از همه آخران بعد زلینو را یا در اینجا نخود و برنج ما جوشته. از ما چی میکنیم نمیه زنجبیل که شکست میاندازم. بعد دومی چیزو من میاندازم. همه
چیز کاملا انداختیم. باید میکوبیم. این که جوشید با زیلینا رو میاندازیم. این دختران برنجابای به کبچکی ما قریب تیار شد. دیجا باشه زیلینا من تیاره، دیجا چکه من تیاره، دیجا پمیدار من تیاره، همه چیزا من تیاره. اینجا در جوشید است. دیجا باشه زیلینا رو میاندازیم. کم که دیگه با جوش همین زیلینا تمام میبرداریم. بگیم که برنجابای به کارتوشکا و به کبچکی و به هیچی نمیخواد. او کرد ما کدام کبچکی قطعی کدام با سوار دادیم به کبچکی کدام میشوه گفته ها دخترها میشوه کدام اینا ما کدام تیار کردیم با خواستم که برای شما نشانتیم میشوه که خیلی شخصایی که کارتوشکا را دوست میدارن میتونن که کارتوشکا اندازن، لیکن ما در می چی برنجابا کارتوشکا نغز نمیبینیم برای همین نمیاندازیم. شما اگر که دوست بدارین بدوزین. ما پمیدار میاندازم. چکه میاندازم. شما خیلی چکش کمتر کنین. ما برای که دوست میدارم چکش زیادتر باشه دوست میدارم برای همین ما زیاد میکنم چکشه. من خیلی دخترها این که یک خوراکی با مزه حق میشوه. ما به نهایت دوست میدارم این خوراکه. باور کنین در گرمی هم خیلی با مزه به نهایت با مزه دخترها. حتما تیار کنین در این وقتی گرمی به حد واریانتی خوبه دختران. خیلی زنجبیل کتی میخوریم. اهمیت ندین آوازهای بیرونه دکوی مردمه دکوی همسایه اینم خیلی خوراکی ما تیار. بیاین دخترها یک جا عبید میکنیم. دخترها دیروز خواستم که برای دکاچ تیار کنم. نانم کم ترک سخت شدگی بود. اینم خیلی کوبیک بریدم. چی میکنم کریشکی میکنم. نه نان حیف میشوه و بگیم که هر کریشکی با مزه میکنم میخورم. کم ترک روغن میکنم بعد کم ترک پریپراوا میکنم. خیلی با سرخه کردم با نشون میتیم. ما هم خیلی روغن کردیم و چی پریپراوا کردیم یک جا کردم در لیست انداختم موندیم. دو لیست میشوه. اول که من یک لیست شه در دخوفکه انداختم نه دیگری لیست شه از هر دوش همین پزه میگیریم. دخترها در اینجا ما KFC زکرس کردیم. KFC آوردم. نمیخواه همه چیزک داره. 180 سومونه این دخترها. خیلی نماد ماغ داره. نیش استریه تیزه. ایوش تیز نیستم. خیلی جدا کارتوشکا داره. ما در اشتیوی تمام دخترها بین همه کسا KFC میخوریم.